سلام و وقت بخیر. امروز با یه انرژی خوانی دیگه در خدمتتون هستم. اول از همه امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، پر انرژی باشید، زندگیتون سرشار از اتفاقات مثبت باشه. این آرزویی که من هر روز برای شما عزیزان میکنم. ضمن اینکه خیلی خوش آمد میگم به دوستان جدیدی که به ما پیوستن و انرژی های زیباشون رو اینجا در واقع با ما همراه کردن. خب موضوعی که امروز قرار دادم در رابطه با کاچوداز و کسانی هستش که از هم فاصله گرفتن. حالا یا در قهر هستین، قهر در واقع این قهری که موجب جدایی شما شده، اینکه با این مقدار فاصله از هم گرفتید یا در انتظار این هستید که از شخص احساسیتون آیا خبری میشه یا خیر. این ویدیو به طور کلی در رابطه با این جور اشخاص هستش. عنوانش برای پارتنر شما هست که از شما فاصله گرفته. ضمن اینکه یک نکته خیلی مهم رو هم به یاد داشته باشید در رابطه با پارتنرهای صمیمی نیست. شما خودتون توی رابطتون هستین، آگاهی دارید اکثریت نسبت به شخصیتی که میشناسید. آیا این آدم صمیمی هست یا خیر؟ آیا ارزش داره برای این شخصیت انرژی خوانی گوش بدن یا خیر؟ چرا؟ چون اگر که به پس پارتنر صمیمی باشه مسلما گوش دادن این ویدیو هیچ پیامی برای شما نخواهد داشت. یک بار دیگه هم گفتم مگر اینکه بیایم یه انرژی خوانی قرار بدیم که آیا این شخصیت منفی هست یا نه، این شخص جدید که وارد میشه چه جور هستش، که اونم قرار نیست برای همه صرف بکنه، شاید برای چند نفر باشه. چرا؟ چون انرژی خوانی عمومیه، خیلی اینجا انرژی میفرستن و کارت ها ممکنه یک پیام کوچیکی براتون داشته باشن یا اینکه کلیتش بهتون بخوره یا اصلا به شما مربوط نشه. پس این در واقع اتفاقها ممکن تو انرژی خوانی ها وجود داشته باشه. یعنی شما یه ویدیو رو ببینید و یک پیام کوچیکی فقط ازش دریافت کنید یا یه قسمت کوچیکیش مربوط به شما باشه. نکته بعدی هم که میگم، با این دیدگاه انرژی خوانی ها رو نگاه بکنید. شما مفسر دوم خودت هستین. یعنی چی؟ یعنی تفسیر کلی رو، من پیام های اولیه رو میگیرم، خیلی ممکنه در اختیار شما بذارم. حالا چون خیلی اشخاصی این ویدیو رو نگاه میکنن، تعداد زیاد هستش، من سعی میکنم سناریوهای مختلفی رو بیان بکنم، پیام‌های مختلفی رو توش هر چیزی که دیدم بکشم، ولی مهمترین بخش اون بخشی هستش که جزء تفسیر شماست. یعنی چی؟ یعنی شما با توجه به شرایطی که دارید این تفسیر رو برای خودتون پیام‌هاشو دریافت کنید با توجه به شرایطی که توی رابطه دارید. خب این دیدگاه کلی که من همیشه اول ویدیوها میگم، یه سری دوستان میدونن چون از اول تو کانال بودم، برای دوستان جدیدتر این توضیحات مجبورم بدم. عذرخواهی میکنم بابت تکرار و پرگویی. بریم برای انرژی خوانیمون. میخوام انرژی خوانی امروز رو با تاروت کلاسیکمون انجام بدم. شخص مد نظر رو متصور بشید، چهرهش رو، احساسی که ازش میگیرید تمرکز کنید، یه جای ساکت بشینید و انرژی های قشنگتون رو با لایک و کامنت و سابسکرایب چنل برای من ارسال کنید که اینجا حضور داشته باشه، انرژی هاتون مهری باشه بر حضور شما. ممنونم. اینها همه به من انرژی میده برای ضبط کردن ویدیوها، اونم توی شرایط سختی که هممون ازش اطلاع داریم که چقدر شرایط اینترنت حالا این اواخر یه مقدار بهتر شده. قطعی اینترنت خیلی زیاد بود. خیلی خوب. البته میگم اگر که دوست دارید و دلتون میخواد همراه انرژی خوانی های کانال باشید. من کارت ها رو بر زدم به نیت شخص احساسی که حالا از شما دوره، فاصله گرفته، فاصله احساسی گرفته، یا یه بحث و جدلی بینتون پیش اومده و قهر و جدایی هستین جفتتون، یعنی جفتتون از هم فاصله گرفتین. این شخص صمیمی زندگیتون نیست، شخصی که حالا به دلایلی که دست خودش نیست از شما فاصله گرفته یا توی دعوایی که پیش میاد به هر حال از هم فاصله گرفتید یا هر چیز غیر صمیمی دیگه‌ای. میخوام ببینیم که چه فکر میکنه، آیا احساساتش به شما متمرکز هست یا خیر، آیا تصمیم برگشت داره یا خیر. خیلی ویدیوهای قبلی کانال رو هم ببینید دوستان. ویدیوهای قبلی بدون زمان هستن مگر اینکه برای یه ماه خاصی در واقع این انرژی خوانی انجام شده باشه. پیام کارت ها برای کسانی که این ویدیو رو نگاه میکنن، کسانی که حضورشون رو اعلام کردن چی هست. ببینیم که چی میگن کارت ها. آماده این؟ شخص احساسیتون شمشیر از رو بسته دوستان، حاکم شمشیر براتون در میاد. بذار من اینا رو بکشم پایین‌تر تا شما بهتر ببینید تصاویر رو. حاکم شمشیر براتون در میاد. شخص مقابلتون خیلی سردرگم و طبیعتاً میخواد از راه عقل یا از راه عقلانیت و یه سیاست خاصی برخورد کنه و جلوی ابعاد احساسیشو بگیره.
همچنین این میتونه شرایط بینتون باشه خیلی سرد شده، چون با حاکم شمشیر شروع میشه. این حاکم شمشیر احساساتش رو در واقع احساسی برخورد نمیکنه، سرشار از عقل و منطق هستش. بریم کارت بعدی رو ببینیم. تصمیم گرفته از شما فاصله بگیره، خیلی هم جدی. این میتونه شخص احساسیتون باشه، این میتونه شما باشین که تصمیم گرفتین از این رابطه فاصله بگیرید و یک سری چیزها رو پشت سر بذارید. حالا اینکه این چیزها چی هستش، شرایط الان هستش یا شرایط گذشته‌تونه، شرایط رابطه گذشته‌تونه، یا اینکه حتی ممکنه یه اقدامی باشه برای اینکه یه سری چیزهای قدیمی رو، یه سری رفتارهای منفی قدیمی رو کنار بذارید. همه اینها میتونه باشه، ولی میخوام کارت‌ها رو برگردونم که بهتر بتونیم تفسیر رو انجام بدیم. جالبه، با حاکم شمشیر شروع شد، با حاکم چوب دست کارت‌ها پایان پیدا کرد. اول از همه چیزی که وجود داره، شخص مقابلتون یک تصمیم قطعی گرفته برای فاصله دادن بین خودش و شما، یا اینکه تصمیم گرفته یه سری شرایطی رو که هی توی رابطتون تکرار شده و هیچ کمکی به شما نکرده کنار بذاره. این شرایط و اتفاقات تلخی هستن. همونطور که این شخص رو می‌بینید که یه شخص آسیب دیده هست، داره چیکار میکنه؟ به اتفاقات پشت سرش نگاه میکنه، به شرایط. یعنی من یک تجدید خاطره رو میبینم، دیدن اشتباهات رو توی رابطه چه دو طرف چه یه طرفه میبینم، حالا یا از سمت شما میبینه یا از سمت خودش نمیدونم، ولی اینجا به شدت ترس و واهمه داره. یعنی اصلا از تکرار یه سری چیزهای قدیمی به شدت خسته شده، تکرار یه سری مسائلی که حل نشده بینتون و هی مدام تکرار شده و هم شما رو هم خودش رو زخمی کرده. پس من اینجا میبینم که شخص مقابلتون میخواد یک شروعی رو داشته باشه، یک در واقع چجوری میگن، یک آغازی که نمیدونه حتی انتهاش چطور خواهد شد. شاید بخواد از روی موانع زیادی عبور بکنه، همونطور که کوه‌ها در پس زمینه کارت وجود داره. تلفیق کارت تلفیق ماه و خورشید خورشید هست و این جریان به من یه دوگانگی رو این شخصیت نشون میده. میگه ممکنه اگر یه سری چیزها رو پشت سر بذاریم یا بذارم یا شما بذاری، میدونین این تفسیرهای مختلفه، یا این شما هستین یا طرف مقابل. اگر یه سری رو بذارم قراره یه چیزی رو از نو شروع کنم. خب این حتی ممکنه شرایط زندگیشه که بهش عادت کرده. ممکنه مثلا یه شخصیتی باشه با شما هنوز وارد رابطه نشده ولی دوست بودین، ولی رابطه آنچنانی برقرار نمی‌کرده، دو دل بوده توی رابطه. خب واسه همین فاصله گرفته. این زندگی قبلی شخصیت میتونه باشه که دلش میخواد، داره به این جریان فکر میکنه، چون حاکم شمشیر یک اقدام عقلانی دیگه، سفت و سخت، داره میگه که دلش میخواد این شرایط رو رها کنه، یه اقدام میکنه که بتونه شجاعت این رو که این شرایط قبلی زندگیش رو رها کنه و یک شروع تازه‌ای داشته باشه درش خیلی زیاد هستش. خب ولی در عین حالم چون گفتم ماه خورشید افتاده، نمیدونه اون شروعی که خواهد داشت چی هستش. در واقع یه جور ریسک پذیری رو اینجا میبینم، یا میتونه مثل یک خورشید روشن کننده مسیر باشه، یا اینکه و امیدبخش، یا اینکه نه پر از اندوه و ناراحتی هم باشه مثل احساسات ماه. خب به هر حال با توجه به این موانع و این مشکلات و اینکه آیا میتونه ازشون عبور کنه یا نکنه، با وجود اینها میخواد حرکتش رو بزنه، چون واقعا به نظرم از شرایط قبلی ناراضی. حالا این شرایط قبلی شرایط زندگی خودش میتونه باشه که مانع ایجاد کرده توی رابطه، یا اینکه شرایط قبلی خودش رو شما باشه و شاید هم حتی رابطه شما باشه. یعنی میگه اگر فاصله گرفته میخواد یک اقدام منطقی در این رابطه بکنه که مربوط به زندگی خودش و شما هستش. خب این تفسیرهای مختلفی بود که گفتم، هر کدوم با توجه به شرایطتون پیام‌هاشو بگیرید. و نکته بعدی که هستش، این شخصیت حاضره این آینده رو با این کوه‌ها، آینده جدید رو با این موانع پیش روش تحمل کنه و از برگشتن به گذشته اجتناب کنه. میگم این این گذشته که گذشتهش با شما باشه، یا تکرار یه سری مسائل تکراری بینتون، یا اینکه گذشته خودش باشه، زندگی که بهش عادت کرده و خاطراتی که باعث شده زخم درونش ایجاد شه، ترس درونش اینقدر از این شرایط دل زده شده که فاصله گرفته. خب حالا این میتونه خود شما هم باشین. کارت ها به هر حال انرژی ها خیلی سیالن، نمیشه یه موقع میبینی یه بخشش به شریک احساسیتون برمیگرده، یه بخشش به خودتون. راس کارتاتون چی افتاده؟ چرخ تقدیر یا چرخ اقبال افتاده. داره از چرخیدن و تغییر شرایط توی رابطه شما صحبت میکنه. این تغییر شرایط در واقع توی چه زمینه‌ای هستش؟ شما رابطتون وارد فاز جدیدی میشه. خب یعنی اینکه رابطه برای این شخص وارد فاز جدیدی میشه که اتفاقا این فاز جدید یه جور آگاهی رو برای این شخصیت داره. ببینید اینجا گفتم ما خورشید، اینجا کارت خورشید در اومد. من حس می‌کنم برای عده‌ای از شما این فاصله گرفتنه یا باعث یک شروع جدید و نسبتا خوب میشه، یا چون حاکم چوب دست اینجا در اومده، این فاصله باعث میشه که ترس‌ها و دوگانگی‌هایی که این شخصیت توی زندگیش داشته یا توی رابطه احساس کردیم بین خودش و شما از این جریان آگاه‌تر بشه، نسبت به ترس‌هاش و ضعف‌هاش که از دل دودلی‌ها در میومد آگاه بشه.
ترس‌هایی که از این فاصله گرفتن درونش ایجاد شده قراره به یک روشنایی، آگاهی و یک شروع حتی برسه. روشنایی، آگاهی برای عده‌ای از شما دوستان هست، حالا یا برای خودتون یا پارتنرتون یا دستم خودتون جا، یا برای شخص مقابلتون هست. ممکنه به یک شروع فکر کنه یا به یک آگاهی راجع به ترس‌های زندگیش برسه و بدونه. ببینید بعضیاتون اگر که پارتنرتون دو دل هستش، خودتون دو دل هستین، شک و دودلی در حال توی رابطه وجود داره، این شک و دودلیه راه حلش به نظرم پیدا میشه. به یک آگاهی میرسین، یه راه حلی این وسط پیدا میشه. اگر ترسی وجود داشته به امیدواری این شخص ختم میشه. پس این مسیری که این طرف در واقع ایجاد کرده ممکنه مربوط به گذشته باشه تا حال شما، ولی نیمه دوم میتونه به آینده هم اشاره بکنه. اینکه این شخصیت با این فاصله گرفتنه و شجاعت به خرج دادنه برای یک ماجراجویی تازه توی زندگی خودش یا زندگی مشترکش با شما یا توی رابطه‌اش با شما باعث میشه کلاً شرایط جوری به چرخه که متوجه خیلی جریانات بشه و از دل ناامیدی‌ها یک شروعی رو داشته باشه یا به یک پاسخی برسه نسبت به سوالایی که توی ذهنشه. خب من سعی کردم همه جوره تفسیر رو برای شما عزیزان انجام بدم. بریم برای کارت‌های شفاف سازی. برای عده‌ای از شما دوستان، شخص مقابل تصمیم گیری جدی یا در رابطه با زندگی شخصی و خانوادگیش قرار بگیره. به فرض میگم به شما علاقه داره ولی مسائل خانوادگی داره. منظورم این که توی رابطه دیگه باشه نیستم. منظورم مثلا پدر، مادر، خواهر، مسائل این شکلی که توی زندگی شخصیش باهاش درگیره. خب و مجبور یک اقدام قطعی نسبت بهش داشته باشه. شاید مثلا وابستگی شدیدی داره، میخواد یک بالانسی رو این وسط ایجاد کنه نسبت به خودش، به خانواده‌اش و تا بتونه یک شروع جدیدی داشته باشه. به هر حال این اقدام باعث کنده شدن از شرایط قبلی که دقیقاً مرتبط به مسائل خانوادگی این شخص هستش رو من اینجا دارم می‌بینم. این اقدام خیلی خیلی جدی و قطعی هستش و یک مسئله رو کاملاً مشخص می‌کنه. نکته بعدی تصمیم گرفتن برای ساختن یک، اگر مثلا شما با هم ازدواج کردین، توی رابطه هستین یا یه پارتنر هم دیگه هستین و به دلیل مشکلاتی که وجود داشته، حالا چه دو طرفه چه یه طرفه، از هم فاصله گرفتین، این شخص رو می‌بینم که در جهت شفا دادن این رابطه مشترک، این خانواده‌ای که داره، این در واقع زندگی مشترکی که با شما داره، میخواد اقدام جدی بکنه که شرایط بهبود پیدا کنه. اگر عشق اینجا کم شده، تغییر ایجاد بکنه که مثلا اگر به شما بدی کرده شما اون رو ببخشید، تغییر ایجاد کنه که به این مشکلات بر نخورین توی رابطه‌تون، این تلخی‌ها ایجاد نشه، یه جور رابطه رو به نفع شفا بده. خب این اقدام رو حالا میگم برمیگرده، ممکنه این شما باشین که بخواید دنبال تصمیم جدی در رابطه باشین. خب کارت‌ها این شکلی هم میتونن تفسیر بشن در مواردی. ولی خب حالا چون ما سوالمون از کارت این بود که توی ذهن شریک احساس این که از ما فاصله گرفته چی میگذره و چه کار میخواد بکنه در رابطه با ما، آیا به ما فکر میکنه؟ فکر کردنش من احساس میکنم بله فکر میکنه، ولی در فاصله که از شما گرفته. ببینید اگر اعتماد توی رابطه شما از دست رفته، شخص مقابل با اقدامی که میخواد انجام بده یا میخواد اعتماد شما رو جلب بکنه، یعنی با یه اقدام جدی که انجام میده، این اقدام جدی ترک کردن یه سری چیزهایی که یه سری عادات، یه سری رفتارها، یه سری مسائل مشکلاتی که در گذشته داشته و شما رو هم درگیرش کرده. اینا هم مسائل خیلی منفی نیستا که مثلا خیانتی چیزی کرده باشه. احتمالی آدم‌هایی که خیانت می‌کنن، خب طبیعتا از لحاظ عقلانی هم بخواید نگاه بکنین، خیانت کردن حالا به نظر منه قابل بخشش نیست، خب و چیزی نیستش که به راحتی بشه درستش کرد. اما دارم راجع به مسائلی که حالا مشکلاتی که تکرار شده بینتون، توی اول کار هم بهتون گفتم، دوباره درست کردن این شخص و عمل کردن و فاصله گرفتن از یه سری جریاناتی که مشکل ساز بوده توی رابطتون، هم رابطتون رو شفا بده و این شفا پیدا کردن این رابطه به نظرم با جلب اعتماد ایجاد میشه، جلب اعتماد دو نفره. کارتی که در اومده کارت تراست هستش و از اعتماد دو طرفه میگه. خب حالا این اعتماد شما، جلب اعتماد شما به ایشون هستش یا جلب اعتماد دو طرفه یا خودش، برای اینکه بتونه اگر مشکلی توی رابطه پیش اومده شما مقصر جریان بودین، حس میکنه با فاصله گرفتن یا با انجام اقدامی شاید بتونه به نتیجه نهایی و اعتماد نهایی به شما برسه. خب این دوست ما متوجه یه سری جریاناتی هست، متوجه اشتباهاتش هست. منظورم چیه؟ اگر غرور بیش از اندازه توی رابطه داشته، خودخواهی داشته، حالا از روی ناپختگی و بی‌عقلی کاملا آگاه شده، چون این غرورش، این غرور کاذبش و چجوری میگم
خودپسندیش، فقط به فکر خودش بودن باعث شده ضربه های زیادی بخوره، خیلی مسائل مشکلاتی رو توی زندگیش ایجاد بکنه که در واقع این مسائل لطمه بزنه به رابطه خودش و شما. یا اینکه نتونه، اگر که حتی وارد رابطه هم نشدین، فقط یه دوستی بوده که احساسات توش بوده، نتونه اونطوری که باید پا پیش بذاره. چرا؟ و شما رو از دست بده. ترس‌های این شکلی اومده سراغش، حس کرده شما این هم میشه تفسیرش کرد که با این دست کردنش، با این خود محور بودنش، فقط به خودش فکر کردن، فقط باعث شده که شما رو از دست بده و این فاصله که از شما گرفته، بیش از اینکه به خودش، برای یه سریاتون بیش از اینکه به شما آسیب بزنه، به خودش داره آسیب میزنه و متوجه بخش‌های خودخواهانه رفتارش شده. اینم میگم برای عده‌ای از شماست، نه برای هم. حالا برای عده‌ای هم می‌بینم اگر که به دلیل خودخواهانه رفتار کردن، نابالغانه یک طرفه برخورد کرده، فقط خودش رو توی رابطه دیده و آمادگی رابطه نداشته، میخواد برگرده و با جلب اعتماد شما زخم‌های گذشته‌ای که ایجاد کرده رو از بین ببره. و میگم اینجا ترس دیگه داره، ترس داره از اینکه بخواد دوباره به روال مغرورانه قبلش برگرده. افتاده تر شده اینجا به نظرم، به خاطر اینکه دقیقاً همین غرور باعث از دست دادن خیلی از شرایطش شده. این میتونه پیام برای عده کمی باشه. بریم اینجا برگشت. هر اقبال وقتی این کارت زیرش در میاد از تلاش کردن صحبت میکنه. این شخصیت با فاصله که گرفته از شما متوجه یه سری جریاناتی شده و متوجه این شده که آقا من خودخواهانه برخورد کردم که فقط خودم رو دیدم و از خیلی یه سری چیزها فاصله گرفتم. خب برای اینکه بعد توی این فاصله که از هم گرفتی متوجه شده که این رابطه اتفاقاً رابطه‌ای هستش که ارزش این رو داره که شما با هم تلاش بکنید براش، یا خودش پا پیش بذاره و تلاش کنه در این رابطه. حالا باید دید مقصر توی رابطه کدوم یکی از طرفین و آیا اشتباهش قابل بخشش بوده یا خیر. اگر نیستش اصلا این انرژی خانی رو به نظر نگاه نکنید، بهتر هستش، چون اصلا انرژی اون شخص اینجا حضور نخواهد داشت. کارت دو شمشیر وقتی این کارت زیرش در میاد میگه اگر که از شما فاصله گرفته و توی فاصله‌ای که از شما گرفته احساس کردید که توی داره خوش خرم زندگی می‌کنه، میگه نه اتفاقا اینطوری نیست. این فاصله بدتر شرایط رو برای اون دردناکتر، ترسناکتر، غم‌انگیزتر و راکدتر کرده. خب و این جریانی بوده که خودش هم به این جریان پی میبره. می‌بینید حاکم چوب دستی که گرما از حاکم شمشیر که سرده به حاکم چوب دست تبدیل شده، نماد آتشه. خب آتش نمادی از گرما هستش. پس این گرما به وجودش برگشته با این فاصله که گرفته. متوجه این شده که چقدر تو این فاصله احساس تنهایی کرده، احساس رها شدن کرده، احساس تردید، ترس و رکود شدیدی داشته، مثل این دریای راکد پشت این شخصیت. و همین جریانات ابعاد رابطه شما رو توی قلب این شخصیت گرم‌تر کرده، یا رابطه شما رو احساس می‌کنم گرم‌تر کرده اگر که دو طرف توی رابطه مشکل دارید. این شخصیت توی این فاصله متوجه شده میخواد خودش و شما رو فارغ از هر چیزی توی در واقع دنیا تنها ببینه، یعنی فقط خودش و شما و یک جای آروم باشین. یعنی گرمای شما، گرمای این رابطه جوری درون این شخصیت احساس شده که فقط میخواد خودش و شما کنار هم باشید، نه چیز اضافه دیگه، نه کسی اضافه دیگه. چرا؟ چون دقیقاً شما هستید که تو این رابطه یا رابطه با شما و این یا به عبارت این رابطه هستش که این گرما رو به این زندگی راکد و سرد میاره و این متوجه جریان شده. میبینید چه دقیق داره نگاه میکنه به این خورشید، به این گرما. و نکته بعدی، اگر که سوالتون اینه که آیا این شخصیت اقدامی میکنه، توی حاکم چوب دست داره به من در واقع حاکم چوب دست توی این قسمت خیلی متمرکز روی کارت خورشید از گرما و شروع میگه. گرمایی به قلب این شخصیت ایجاد کردید که متوجه شده که میخواد شما رو در کنار خودش یک بار دیگر داشته باشه و اینکه آیا به این جریان بازگشت فکر میکنه؟ بله. اما اینکه حرکتی اون آنچنانی ببینن که اقدامی و اینها فعلا در زمینه افکارش دارم میبینم که آره میخواد ارتباط دوباره‌ای بین خودش و شما ایجاد بکنه. خب حالا ممکنه برای عده‌ای این برگشت از فارغ از این جریان ذهنی باشه و به عمل در بیاد. در بعضی‌ها هم میتونه انرژیش این باشه که آره به شدت داره این جریان برگشت طرفتون فکر میکنه. غرور رو میخواد کنار بذاره. غرور این آدم به خاطر اتفاقاتی که افتاده با این فاصله گرفتن کاملا از بین رفته. اتفاقا غرورش باعث شده که یه جای شکسته شده، یا اینکه همین غرور باعث شده که آسیب‌هایی ببینه از اشخاصی یا اتفاقاتی تو زندگیش که خودمحور بودن کار دستش داده دیگه و همین جریان باعث شده
بخواد یه اقدام جدی‌تر کنه و همین جریان باعث شده گرمای حضور شما رو بهتر احساس بکنه. خیلی کشش داره. پادشاه چوب یا حاکم چوب دست انرژی آتشین بالایی داره، گرمای بالایی داره و این گرما رو احساس می‌کنم دقیقاً در این فاصله نسبت به شما به دست آورده. خب من داشتم فکر می‌کردم که چطور دیگه میشه این تفسیرها رو، پیام‌های دیگه میشه از این کارتا گرفت. دیدم هر چیزی که بود رو گفتم و بذارین از افتر تاروت هم کمک بگیرم اگر پیام اضافه تری بود، ولی اون چیزی که دارم میبینم روند خیلی فوق‌العاده‌ایه. سردی قرار تبدیل بشه به گرمی. چرخ تبدیل وقتی اینجا میفته یعنی اینکه چی؟ قرار رابطتون یک تغییر 180 درجه‌ای بکنه. خب و اون هم آگاهی یکی از دو طرفه یا گرم شدن رابطه دو طرفه هستش. اگر شخصیت خیلی سرد بوده، این سردیش و غرورش قراره به آگاهی و گرمی برسه و حتی احساس ضعف کنه. میدونین متوجه بشه که اونقدری که باید آدم منطقی نمیتونه باشه. گاهی اوقات احساسات هم میتونه درش دخیل بشه. پس یک تغییر احساسی رو برای این شخصیت میبینم برای عده‌ای از شما. بیاین از کارت افتر تاروت هم کمک بگیریم. حس کردم شاید بخوام پیام به شما بدم. یه بور حسابی بزنم. دوستای عزیزم اگر تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید و دوست داشتید ویدیو رو ممنون میشم لایک کنید که انرژی هاتون اینجا حضور داشته باشه. بر زدن کارتا رو ببینید انرژیاتون انتقال پیدا کنه. حتی شده با سرعت تند ببینید. کارت 9 چوب دست جالبه. 9 چوب دست تاروت در اومد، افترش هم اینجا براتون در اومد. می‌بینید این آدم میدونه خیلی جالبه. این کارت یه پیام جالبی برای یه سری از شما داره. میگه توی فاصله‌ای که از شما گرفته میدونست اگر شما رو کنار خودش داشت، مثل این کاراکتر، می‌بینید مثل این کاراکتر اگر شما رو کنار خودش داشت چه بسا شجاعت بیشتری داشت که با من این در واقع مشکلاتش روبرو بشه، چه بسا آرامش قلبی بیشتری داشت، شجاعت قلبی بیشتری داشت. این کارت خیلی کارت قشنگیه. هرچند که میدونست با این غرورش، با این کله شق بازیش، با این چه میدونم از خود راضی بودن بچگانه، این رفتار بچگانه‌اش، شما هم تو این داغ به نفی زخمی شدید. می‌بینید این شخصیت دستش باند پیچی شده، این هم دچار زخمه. این کاراکتر برای عده‌ای از شما متوجه این جریان شده که اتفاقا شما بودین که توی این مشکلات و سختی‌هاش کنارش قرار گرفتید و اگر شما رو نداشته باشه شاید اصلا جسارت پیش رفتن رو نداشته باشه و هی بخواد مدام به ترس‌هاش، به مشکلاتش، به اون چیزهایی که ضربه زده بهش فکر کنه، هی نگاهش به عقب باشه. اوکی؟ این خیلی جالبه. شما به نحوی ببین من پیام‌ها رو دارم همینطوری در واقع دریافت می‌کنم، میگیرم. ممکنه خیلی روند داستانی یکسان نداشته باشه. به هر حال شما اون قسمتی که باید دریافت کنید. ببینید من احساس می‌کنم مشکلات خانوادگی برای عده‌ای از شما، این شخصیت ممکن است خانواده شخصیش داشته باشه، خانواده خودش داشته باشه، پدر، مادر، برادر، مشکلات این شکلی داشته باشه که همه اینها زخم درونش ایجاد کرده باشه و نتونه به عنوان مثال خانواده‌ای باشن که از هم جدا شدن، دعوا زیاد داشته باشن تو خانواده‌شون و خیلی چیزهای دیگه که خانوادگی که ممکنه پیش بیاد و نتونه پا پیش بذاره به خاطر این ترس‌هاش، نتونه اقدام کنه، نتونه درست توی رابطه پیش بیاد با چارچوب و با یه ساختاری، با یه برنامه پیش بیاد، به خاطر اینکه همش نگاهش به عقبه. ولی حضور شما کنارش انگار این شجاعت رو برای این شخصیت میده که به جای اینکه اون چوب‌ها رو ببینه نگاهش به شما باشه که کنارش وایسادید. خب این میتونه برای عده‌ای از شما واقعا اتفاق بیفته. برای عده‌ای هم اگر کاراکترتون یعنی شخص مقابلتون ترس داشته از اینکه وارد رابطه‌ای بشه با شما، تو این رابطه با هم بچه‌دار بشین، ازدواج کنین یا یه رابطه ساختارمند در قالب خانواده باشین یا یک کلاً یه پارتنر همیشگی برای شما باشه،
اگر میترسه میخوام بهتون بگم که ممکنه شخصیتی تو این راه کمک بکنه به این کاراکتر. این شخصیت میتونه اعضای خانواده‌اش باشه که کمکش کنن این ترس‌ها شفا پیدا کنه، میتونه خود شما باشین که همونطور که تو توصیف اول گفتم میتونه یک از دوستانش باشه، خب که کمک کنه این شخصیت زخماش شفا پیدا کنه و شجاعت این رو، حتی اگر شفا هم پیدا نکرده، شجاعت این رو داشته باشه که این تغییر رو توی زندگیش ایجاد بکنه. دیگه من همه جوره تفسیر رو گفتم، امیدوارم پیام رو دریافت کرده باشید. بله، این کاراکتر متوجه این جریان شده که طمع خیلی زیادی توی جریانات داشته و ممکنه مسائل مادی و مالی براش خیلی مهمتر بوده و انتخاب نادرستی کرده. یه سری چیزها رو یه انتخابی کرده، یه کاری کرده که خیلی خودخواهانه و مادی‌گرایانه بود، یعنی شاید هم نیاز زندگیش بوده، از ترسش این کار کرده. مثلا برای مسائل مالی، برای شرایطی که موقعیتش رو تغییر بده و اولویتش بوده، موقعیت مالیش رو تغییر بده. به هر حال و همه اینها رو اعتماد رابطتون رو خدشه‌دار کرده. اینکه اعتماد اینکه آیا واقعا این رابطه براش مهم هست یا خیر. حس کردید که شما متوجه این جریان شده با کاری که انجام داده، با بروز احساساتی که داشته، باعث شده شما شک کنید به این جریان که این شخصیت مثلا احساساتی داره یا به احساساتش پشت کرده یا خیر. ولی به هر حال این جریانات رو میخواد پشت سر بذاره. کار تحصیلتون وقتی این هستش میخواد پشت سر بذاره و اعتماد رو ایجاد کنه. حتی اگر توی دلسردی نسبت به این رابطه باشه، نسبت به احساسات باشه، اعتماد نداشته باشه، ولی میخواد برای یک بارم شده شجاعانه یه روال جدیدی رو شروع کنه. شمشیری که به زمین فرو رفته و پرنده‌ای که در دست قرار گرفته. غروری رو کنار گذاشتن. وقتی شمشیر رو چیز می‌کنی، این غرور و این سردی کنار گذاشته میشه و اقدامی انجام میشه که قطعی تر باشه. یه اقدام قطعی و جنگجویانه قرار صورت بگیره. منطق و احساسات به نحوی کار خودشون رو کردن تو این فاصله که بینتون ایجاد شده برای این شخصیت یا برای هر دو طرف. حالا به جریان رسیده که میخواد یه جریان جدیدی باشه تو زندگی. ترس ها رو کنار بذاره، شرایط رو کنترل کنه، غرورش رو کنترل کنه، عقلانیت بیش از اندازه رو کنترل کنه و یک اقدام بکنه که خیلی چیزها رنگ و روی بهتری بگیره. یا به عبارتی عدالتی رو قطعی کنه توی رابطتون. گفتن اگر به شما با غرورش زخم زده یا با کل شق بازی‌هاش جبران کنه. ببینید اگر این شخصیت اقدامی بکنه، اگر که چرخ تقدیر بخواد تغییر بکنه که این توی کارتا میگه برای ایده از شما واقعا اتفاق میفته و رابطتون وارد فاز جدیدتر میشه، یک از دو طرف این تلاش میکنه که حالا ما داریم شخص احساسیمون رو در نظر میگیریم، میگه شخص احساسیتون اقدامی که میکنه میدونه که اگر پیش بیاین و شما وارد یک فضا یا یک زندگی جدیدتر بشید، میبینید قایقشون رو اینجا گذاشتن و دارن وارد یک جزیره یا یک فضای جدیدتر میشن. ممکنه مشکلاتی از گذشته هنوز همراهش باشه، ترس‌ها و چجوری میگم، ترس‌ها و منطقی که روبروی این ترس‌ها قرار گرفته هنوز هنوز در واقع در آغوش این شخصیت باشه. هر چقدر هم که تو مسیر یه سری‌ها کاملا خنثی بشن، ولی ممکنه باز هم همراه این شخصیت یا همراه شما یا کلا رابطتون باشه. ولی با این وجود به نظرم شجاعت این رو پیدا میکنه که تلاش بخواد بکنه. حس میکنه می‌سرده، حتی اگر از دیدگاه بالغانه بخواد نگاه بکنه، یه سری زخم‌ها، یه سری ترس‌ها و شک‌ها، دودلی‌ها هنوز همراهتون باشه. ولی حس میکنم توی این مسیر خیلی هاش شما یا ایشون، خیلی از این ترس‌ها شما یا ایشون رو ترک میکنه. خیلی ناراحت و پشیمون از فاصله که گرفت، احساس شرمندگی زیادی میکنه و به نظرم این فاصله همونطور که از چهره این شخصیت مشخصه بیشتر زهر شده به وجود این شخصیت، تلخی ایجاد کرده، غم، اندوه، بی‌اعتماد به نفسی. کاملا چهره این کاراکتر مشخصه با فاصله گرفتن از شما. کارت عدالت براتون افتاد. من شروع عادلانه‌ای رو توی این رابطه می‌بینم. یعنی این شروعی که پیش میبرید اینطوری نیستش که دوباره یه قسمت رابطه، یه طرف رابطه سنگین تر باشه. یعنی هر دو طرف توی یک سطح و یک لول قرار میگیرین، یا به طور کلی اگر عدالتی توی رابطه شما در حق شما برقرار نشده، شخص مقابلتون میخواد شروعی رو تو فکر اینه که شروعی رو داشته باشه که اون عدالتی که باید در حق هر جفتتون ایجاد بشه. اگر عدم تعادلی ایجاد بوده، این تعادل توی رابطه ایجاد بشه با کنار هم بودن، با بیان احساسات، با لحظاتی رو خلوت کردن با هم دیگه، فارغ از مسائل مادی
کنار هم قرار گرفتن. عدالت این شکلی برقرار میشه. برای عده از شما ممکنه به این جریان فکر کنه که پیش بیاد و رابطه ای رو به یک تعهد همیشگی در بیاره، مثل ازدواج. برای بعضی که در شرف ازدواج هستن، یعنی رسمی کنه این رابطه. کارت آخر هم رستاخیزونه. کانکشن بین شما ایجاد میشه. داره به این جریان فکر میکنه این شخصیت که درسته خیلی چیزا انگار بد پیش رفته، مثل این یا از بین رفته، ولی میشه زندهش کرد. این شخصیت به این جریان امید داره، به خاطر اینکه گرمایی رو از شما دریافت کرده، از فاصله‌ای که از شما گرفته متوجه اهمیت حضور و گرمای شما در کنار شما بودن، این اهمیت رو دریافت کرده که چه حس فوق‌العاده‌ای بهش میده. برای همین یه سری چیزها چجوری میگم دوباره زنده خواهد شد و برای عده از شما تو فکر اینه که پیغام و خبری بهتون بده و بخواد که کانکشن عمیق‌تری با هم ایجاد بکنید. و اگر که یه عده از شما حالا رابطتون خیلی جدی نیست، میخواین بدونین که درگیر ذهنی هست، کانکشن روحی باهاتون داره، این کار تایید میکنه بله داره و کاملا قلب این شخصیت رو شما گرم میکنه. خب دوستای عزیزم، تا جایی که امکان داشت توضیحات لازم رو دادم، پیام ها رو منتقل کردم. روایت ها گاهی اوقات روایت یک دست هستش، گاهی اوقات پیام های جدیدی میاد که این روایت ممکنه یه جا قطع بشه و روایت جدیدی برای عده دیگه داشته باشه. برای همین همیشه نمیشه یک روایت صاف و یک دست داشت، چون فایل عمومی هستش. خب با این دیدگاه به جریانات به این انرژی خوانی نگاه بکنید. ممنونم که تا اینجا منو همراهی کردید. ممنون از لایک و کامنت مثبتتون. امیدوارم که چند برابرش انرژی قشنگش به خودتون برگرده. تا انرژی خوانی بعدی شما رو به زیبایی ها میسپارم. خدا نگهدار.